خیانتپیشگی، وطنفروشی، قتل و کشتار پدر کم نبود که پسر او محمد طلازاده با ماشین تمغه خارجی با پول حرام خریده پدر به خاندان تاجیک دیگر ماتم آورد. 3 می سال 2012 ارتقزاده محسدین ساکن دهه ایندگان شهر وحدت روز مولود داشت. او 12 ساله می شد. چند همسنفش را به خانه دعوت کرد و مادرش با آراستن دسترخوان مشغول بود. این لحظه محسدین را به نزدش خواند و چند سامانی داده خواهش کرد که از مغازه نزدیکترین رفته کمتر شیرینی دیگر بیارد. محسدین رفت و چند ساعت برنگشت. مادر بیچاره زار و حیران سر راه می برآمد و می درآمد. 2 ساعت پس جسد بیجان و افگارگشته محسدین را همسایه ها به خانه درآوردند. داد و فغان مادر بیچاره به فلک پیچید. دمی از هوش می رفت و دقیقه مرد خاندانم رفت، پشت و پناه هم رفت گویان زار زار می گریست. تا حال خود را گناهگار می حسابد که ملامت می کند که چرا آن روز جگربندش را مغازه فرستاد. آن روز وقت محسدین خرسندانه از مغازه برمیگشت، автомашини шахсии тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 3926 AM01 RT бо суръати 110-120 км дар як соат аз роҳи байни деҳа убур мекард. маълум буд ки мошин нав харидорӣ шудааст ва ронандааш хеле ҷавон. чанд нафар сокинони деҳа ки қадқади роҳ ҳаракат доштанд, ҷон дар кафи даст худро ба зур канор кашиданд. танҳо муҳсидин натавонист. ӯ рӯ ҷониби хона равон буду ماشین از پشتش سخت حرکت میکرد. ضربه ماشین به درجه سخت بود که در بدن نورس بیچاره عضو آباد نماند. راننده جنایتکار محمد طلازاده پسر رئیس سابق حزب نهضت اسلامی کبیری بود. او 19 سال داشت و آن روز پدرش برایش ماشین خارجی تمغه نو برآمده تویوتا کمری را با مبلغ $20,000 ایالات متحده آمریکایی خریداری کرده بود.